اسلام تنها نگفته تهجد گزار باش و تنها رابطه خوب با خدا رو تمرین کن و فقط رابطه خوب با خدا یعنی تقوا و تدین. نخیر، سنگین ترین چیزها در ترازوی اعمال یک بنده در فردای قیامت اخلاق نیکوست. یکی که بعد از فرائض، بعد از واجبات، بعد از سنت‌های مؤکده شاید تسبیحات زیاد نداشته، نوافل زیاد نداشته، شاید نتونسته خیلی تو عرصه مستحبات موفق عمل بکنه، اما همین انسان اخلاق زیبا داشته. تو برخوردش با مردم، هر موقع با مردم برخورد میکرد با گشاده رویی، آغوش باز میکرد، اونها رو به سینه میچسبوند، دست در دست اونها میداد، احوال پرسی میکرد، غم رو از چهره ها میبرد، تلاش میکرد تا با اخلاق قشنگش تو جامعه که فضای قشنگ عاطفی و ایمانی رو درست بکنه. این انسان با این اخلاقش بعد از فرائض و واجبات و سنت‌های مؤکده سنگین ترین چیز که در نامه عمل انسان میتونه وسیله نجات بشه اخلاق نیکوست.